الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اما بعد، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزمند، امروز هم که باشد بنده تصمیم گرفتم در بیان روزه عاشورا با شما صحبت داشته باشیم. الحمدلله و المنه، من و شما را به این لحظه ها رسیم که این عمل ها را الکی میدونیم، الکی میفهمیم که باید ما و شما این روزه ها را در زندگی خود همچی یک درس مهم بدانیم، به خاطر که هر چیزی که عزیزان دل او را الله متعال در قرآن ذکر میکنه یا پیامبر در حدیث بیان میکنه، او به حد ثواب زیاد داره. به همین خاطر که باشد مختصرا تصمیم گرفتم در بیان روزه عاشورا و فضیلت آن با شما صحبت میکنم. از همه شما خواهش میکنم که عزیزان دل نوا را با دقت وقتی گوش کردید به یار و دوستان خود تقسیم کنید تا که یک خواهر یا برادر میشنوه و میبینه که روز عاشورا چی فضیلت داشته است، چی برخورد کردن در کار. و هر انسانی که از این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار میشود، امید دارم ان شاء الله که رحمت الله مهربان شامل حال زندگی من و شما میگردد. ان شاء الله از خدا امید دارم. میگذاریم اولا در بابت حدیثی که از جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیش از حدیث به سمع شما آگاهی کنم، اول یک سرلوحه سخن میکنم عزیزان دل. یک وقتایی بود که من شما اونقدر در گمراهی رفته بودیم که نمیدونستیم که روزه عرفه چی هست، روزه عاشورا چی هست، 10 ذوالحجه چی فضیلت دارد، همین ها را نمیدونستیم. الحمدلله و المنه که امروز کم و بیش که آگاهی پیدا کردیم، باید کوشش کنیم که از این سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم همچی یک تعلیم بهترین، همچی یک موضوع مهم در زندگی خود بگیریم تا که فردای قیامت نزد الله دست خالی نریم. به خاطر که هر جایی که ورق قرآن ورق میزنیم، الحمدلله الله مهربان چیز زیبا میفرماید، استعیذ بالله، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت الله کنید، اطاعت پیامبر کنید. و ما آتاکم رسول فخذوه، الله میگه هر چی که رسول الله به شما داد او را بگیره. افسوس که امروز اکثر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله ما باوری یقین دارم که اکثر توجیه که پرسی که روزه عاشورا چیه، روزه عرفه چیه، 10 ذوالحجه چیه، اکثرش نمیدونم، میگه نمیدونم چی هست. به همین خاطر با دقت این نوا رو گوش کنید و با یار و دوستان خود تقسیم کنید تا که در ثواب همدیگر شریک باشیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره زد، قدم مبارکش بر مدینه منوره که گذاشت، یهود یک روز رو همچه یک روز خرسندی او روزه میگرفتن، همچه خرسندی میکردن و روزه میگرفتن. پیامبر علیه السلام از مردم یهود سوال کرد که برای چی این روزه میگیره، این روزه همچه عید میدونه؟ گفتن به خاطر که در این روز الله متعال موسی را از چنگ فرعون نجات داد. در همین روز الله فرعون هلاک کرد. در همین روز الله متعال حضرت موسی علیه السلام چیکار کرد؟ نجات داد. این روایت امام بخاری و امام مسلم از ابن عباس رضی الله عنهما اومدگی است که احمد میدونه ان شاء الله. لیکن بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت که من از شما در با موسی من حق تر هستم. از شما در با موسی تر هستم. من باید روزه بگیرم رسول الله صلی الله علیه و سلم. همچنین که در امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنه که یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله. یعنی در فضیلت یک روزه عاشورا را به سمع شما رسوندم که عاشورا چی را میگن. مثلا بسیار از شما را سوال کنن که روزه میگیری، عاشورا چی معنی داره؟ معنیش به سمع شما رسوندم که خداوند متعال در روز عاشورا موسی را از چنگ فرعون چیکار کرد؟
و در همون روز فرعون در همون دایره غرق کردگی بود که نواش اکثریت و دیدگی است. بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت از موسی از شما دم با موسی قریب هستم. بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ همون روزه گرفت. به همین خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث امام مسلم چی میفرماید در بابت فضیلت عاشورا؟ میگوید رسول خدا علیه الصلاة و السلام که صیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر سنه قبله. روزه عاشورا میگه امیدوارم از الله که اون میگه گناهان سال گذشته رو محو مینماید. میگه از الله امید دارم که هر کسی این روزه عاشورا را روزه میگیره، یعنی نهم و دهم روزه میگیرد، امید دارم که الله متعال ثواب 1 ساله روزه نفلی را در نامه اعمالش نوشته کنه. به همین خاطر عزیزان دل به 1 روز و 2 روز هیچ کم نمیشوه. ما وقتی که امروز این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چند سال بود که در زندگی ما نبود، یعنی روزه عاشورا، وقتی ما این روزه را میداریم الکه زن و فرزندای ما نظر میکنن که ها در اسلام روزه عاشورا بودن، اونها هم پابند این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشن، اونها هم کوشش میکنن که روزه عاشورا را چیکار کنن؟ برپا بدارن. الکه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره زنده میشود. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما با باوری یقین میگم که در اکثر خانه های مسلمان نیست همین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر میگه در یک زمان فتنه و در یک زمان جاهلیتی که سنت مرا ترک میکنن تا سنت مرا زنده میکنی ای امتی من. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه ثواب 1 شهید، دیگر روایت میگه ثواب 100 شهید در نامه اعمال خدا نوشته میکنه. و این خود این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر فضیلت دارد، چقدر برخورد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما وقتی که دعوای امتی که میکنیم باید این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی ما جاری کنیم. برای 1 روز و 2 روز روزه گرفتن هیچ جای من شما کم نمیشه، لکن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بجا میاد. فضیلتش چی بود؟ صیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر سنه التي قبله. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در روایت امام مسلم یعنی روز عاشورا حساب کرده میشه از الله امید دارم که کفارتی ایوکفر، این که میگه ثواب 1 ساله روزه نفلی را خدا در نامه اعمال همون انسان چیکار کنه؟ نوشته بگردونه. و گناه ایوکفر سنه نگاه کن در اینجا 2 پاداشه، ایوکفر سنه گناه ها 1 ساله بخشیده شوه و ثواب چی؟ 1 روزه در نامه اعمال اون انسان نوشته میشه. همین خاطر کوشش کنه که از این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار شه. و در دوام حدیث با حکمت‌های این عاشورا را بیان میکنه. هذا یوم عظیم انجى الله موسی و قومه و غرق فرعون و قومه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با دیگر فضیلت‌های این روز عاشورا که فردا که شروع میشوه، در این روز در او حدیث پیشگینه که به شما گفته بودیم که خداوند در این روز موسی را نجات داد و فرعون در. به همین خاطر در دوام حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ بقیت الی قابل اصوم من تاسعه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر که من سال آینده که زنده بمانم روز 9 شب میگیرم، یعنی روز 10 که روز عاشورا های روز 9 شب میگیرم. یا روز پیشکیشم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که میگیرم. همین خاطر شما اگر که هیچ نگیره، اگر همون کار وزمین داره که از عهدهش نمیتونه روزه برای شما مشکله، حتی همون روز شنبه که روز 10 شه همون روز 10 شه بگیره. لکن خوبتر و بهترش چیه؟ هم روز فردا که جمعه هسته، روز بزرگ هسته، فردا 9 روز شنبه 10 روز عاشورا، همین 2 روزه بگیره تا که این هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بجا میآید، هم از اون اول حدیث که خوندیم صیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر سنه التي قبله، هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بجا میآید، هم روز عاشورا سنت پیامبر وقتی که بجا کی وردیم خداوند متعال که این
کفارت گناه های عکس‌العمل ما میگردن. پیامبر میگه از خدا امید دارم. رسول الله صلی الله علیه و میگه به این خاطر کوشش کنه که با اخلاص با محبت این روزه چیکار کنه؟ روزه بداره و کوشش کنه که اهل خانواده هم امر کنه، زن و فرزندان هم امر کنه که این سنت رسول الله صلی الله علیه و آله به جا بیاره. و چند نکته مهمی هست اینجا میخوام بیان کنم با دوستان که اهل تشیع در همین روز عاشورا هم شهید کربلایی که امام حسین رضی الله عنه که نواسه رسول خدا صلی الله علیه و آله هم که در همین عاشورا با وقوع آمدگی هم حتی همین حضرت عمر رضی الله عنه هم همین یک بگیم 10 هفته پیش شهادت حضرت عمر رضی الله عنه هم در همین ماه محرم بود. امام حسین رضی الله عنه نواسه پیغمبر هم در این ماه. لیکن یگام این بعض برادران خیال میکنن که عاشورا وابسته به همون کشتن امام حسین. نه برادران اهل اسلام، این یگام رابطه با کشتن امام حسین رضی الله عنه نداره. این را فراموش نکنی. بعضی خیال میکنن که اگر این روزه را بگیری تو شیعه میشه، تو پیرو شیعه میشه. نه، این با کشتن امام حسین رضی الله عنه نواسه پیغمبر هیچ رابطه ای نداره. او فوق العاده در همین بگیم که روز عاشورا شده است، بگیم که در همین ماه محرم شده. حضرت عمر رضی الله عنه هم در همین ماه. این یگام رابطه با او ندارد. این را فراموش نکنید. بعضی برادران هست که مفکوره کلان ندارن، خیال میکنن که اگر همه را برپا بداری تو شیعه میشه. نه، بلکه این سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. این یگام ربطی با او نداره و کوشش کنه که این سنت باز میگم که اکثر که ما امروز از این سنت ها دور هستند. امروز چون بدعت های ضلالت در امت اسلام در اومده است، مسلمان دعوای مسلمانی می حرام دوست میداره، پیروی حرام است، پیروی گمراهی است، به خاطر که سنت را گم کردگی، قرآن گم کردگی. ما وقتی که این روزه ها را، این سنت های پیغمبر را اهمیت که ندادیم، آینده نسل آینده ما از ما گمراه می شود. اما وقتی پدر هستیم، در خانه کلانتر هستیم، روزه میگیریم، زن ما میگیم که روزه بگیره، الکی فرزندان میبینن پر ما روزه میگفت روز عاشورا. من میگو روز عاشورا چیه؟ پدرم به من قصه میکرد که روز عاشورا روزی است که خداوند موسی را از چنگال فرعون نجات داد. در همین روز خداوند فرعون را غرق کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همین روزه گرفت و ما را گفت که روزه بگیره. الکی فرزندان میدونن هم فضیلت چه، هم سنت رسول الله صلی الله علیه و آله میدونن. وقتی پدرها به گمراهی رفتن، این سنت رسول الله صلی الله علیه و آله ترک کردن، عاقبت نسل اسلام به نابودی و به هلاکت به فسادی می رود. به هم خاطر کوشش کنه که این سنت رسول الله صلی الله علیه و آله زنده کنه، همیشه به خاندانتون برسونه و این نوارا با یار و دوستان خودتون هم میتونه تقسیم کنه که اون برادرها و اون خواهرایی که ممکن ایرم ندونن اونها هم میفهمن این روزه را میگیرن و در ثواب اونها هم شما شریک میباشه. از الله متعال خواهان هستم که الله مهربان روزه گرفتن این روز عاشورا که فردا داخل میشه، پروردگار مهربان به هر یک ما و شما نصیب روزی بگردونه. الله متعال خواهان هستم که ما را همیشه تا دم مرگ به پیروی قرآن و به پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله از صدق دل با محبت میل نصیب روزی بگرداند و هر خطاگیی که در زندگی از ما بندای گناهگارش سر میزنه، الله متعال به لطف و مرحمت خودش گناههای ما را مغفرت بسازه و پروردگار مهربان همیشه ما را در راه اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرماید. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و نجینا من النار بالقرآن و ادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد.